الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والأنبياء والمرسلين. أما بعد، امروز در مورد یکی از سران قریش صحبت داریم که نام آن ولید ابن المغیره می باشد. ولید کسی بود که در زندگی او الله سبحانه و تعالی برای او سقر را وعده داده بود. همین طبقه جهنم که گفتیم به نام سقر است، همین طبقه را الله تعالی برای او وعده داده است در همین زندگی، زیرا که او یک شخص ثروتمند و دارا و صاحب 10 فرزند بود و یکی از دانشمندان قریش بود که زبان عربی را بسیار خوب می‌دانست. بلاغت و فصاحت و شعر و غزل و نثر آن را خوب می‌دانست. روز ولید ابن المغیره از پهلوی حرم می‌گذرد که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سوره غافر را می‌خواند. عادت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همین بود که هنگامی که در حرم می ایستاد نماز می‌خواند و با صوت بلند تلاوت می‌کرد. حتی دیگر مشرکین هم می آمدند و پشت در رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و شبها گوش می‌کردند که چی می‌خواند، زیرا قرآن کریم در حد خود بلیغ و فصیح است که این دانشمندان آن عصر در حیرت می زدند، چون که قرآن کریم یک کتاب ناتکرار بود. و هنگامی که ولید ابن المغیره از پهلوی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می گذشت، شنید که آیت‌هایی را تلاوت می کند از سوره غافر و در حیرت زد و ایستاده گوش کرد که چی می خواند. به اندازه گوش کرد که قرآن کریم تأثیر خود را بر ولید ابن المغیره گذاشت و بعداً پیش قریش رفت و با آنها گفت که ای مردم، شما در مورد محمد چی فکر دارید؟ چون که موسم حج نزدیک آمده است و از تمام قبیله های عرب ها مردم جمع می شوند برای ادای حج. باید ما و شما یک فکری مشترک داشته باشیم، یک سخنی مشترک داشته باشیم در مورد این شخص، چون که همه آنها می دانند که یک کسی پیدا شده از به نام محمد و مردم را دعوت به سوی دین نو می کند. آنها گفتند که ما میگیم این دیوانه است. ولید گفت که نه، ما میدانیم که اون دیوانه نیست. همه ما و شما میدانیم که این دیوانه نیست. بعضی گفتند که میگویم دروغگوی است. ولید گفت دروغگوی هم نیست، چون که هیچ کس از او دروغی نشنیده است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم براست قولی و امانت داری مشهور بود، از همین خاطر آن را صادق الامین می گفتند. میگوییم که شاعر است، شعر میگوید. ولید گفت آیت هایی که آن میخواند شعر نیست، من شعر را نغز میدانم، از همه شما بهتر میدانم، این به شعر مانند نیست. گفتند که میگوییم جادوگر است. ولید گفت جادوگر نیست، زیرا که ما جادوگران را میدانیم و
فالبین ها را هم می شناسیم. این از آن انسان ها نیست. بعدا چند کلمه در وصف قرآن کریم ذکر کرد که گفت این له لحلاوه. قرآن کریم یک سخن زیبا است، شیرین است. و این علیه لطلاوه. لفظهای آن بسیار زیبا است، نغمه آن نغمه زیبا است. و انه لمثمر اعلاه مغدق اسفله. قرآن را به مانند یک درخت ذکر کرد که بالای آن میوه‌دار است و پایان آن بسیار مستحکم است، ریشه آن مستحکم است. و انه لیعلو و لا یعلى علیه. این قرآن کریم کتاب است که همیشه دست بالا است، غالب است و هیچ وقت مغلوب نخواهد شد. این بعضی از کلماتی که ولید در مورد قرآن کریم گفت و مردم قریش در حیرت زدند که چرا ولید این گونه سخنها را در مورد قرآن میگوید. قریش بعد از آن سخنهایی که ولید در بین مردم گفت و خود میگفتند که ولید از دین پدری خود خارج گردیده است، ولید مسلمان شده است. این سخن به ابو جهل رسید و ابو جهل بسیار غمگین شد، زیرا که ولید ثروتمندترین شخصی قریش بود و داناترین هم بود. اگر آن مسلمان میشد پس تمام قریش مسلمان میشد. از همین لحاظ ابو جهل آمد پیش ولید و خود را غمگین گرفت. ولید به اون میگوید که چرا غمگین هستی؟ ابو جهل میگوید که زیرا که مردم درباره تو میگویند که تو میخواهی که مسلمان شوی و از پسمانده محمد و ابو بکر بخوری. ولید میگوید که آیا قریش نمیدوند که من از همه ثروتمندترین انسان قریش هستم؟ من چگونه از پسمانده آنها بخورم؟ و آیا آنها چیزی دارند که خود بخورند و سیر کنند تا اینکه من پسمانده آنها را بخورم؟ از همین لحاظ ولید در خشم و غضب آمد و ابو جهل به او گفت که باید در بین مردم برآمده سخنهایی در مورد محمد و قرآن بگویی که مردم از این سخنها دست کشند. بعدا ولید پیش مردم برآمده و به آنها گفت این قرآن، این کتابی که محمد آورده است سحر است، جادویی است که از دیگران آموخته است و بین مرد و زن جدایی می اندازد. بعداً آیت‌های نازل شد در مورد ولید. در سوره مدثر آن را ما تلاوت میکنیم. الله سبحانه و تعالی می فرماید ذرنی و من خلقت وحیدا. بگذار من را ای محمد و آن کسی که او را من تنها خلق کردم. یعنی وقتی که الله سبحانه و تعالی میگوید که من را با آن شخص تنها بگذارید، یعنی که من جزای آن را خودم میدهم. سختترین زجر است. و جعلت له مالا ممدودا. من برای آن رزق و روزی و مال فراوانی دادم. و بنین شهودا. و فرزندهای شاهد و حاضر و ناظر دادم. یعنی 10 فرزند داشت که همیشه با او بودند. خالد بن الولید
حضرت خالد که بعداً مسلمان شد فرزندی همین ولید ابن المغیره است. فرزندهای برومند، فرزندهایی که همیشه با او بودند و هیچ جا نمی رفتند، چون که بسیار دارا بود. و مهدت له تمهیدا، من برای آن آماده ساختم تمام شرایط زندگی را. ثم یطمع ان ازید، بعد از آن طمع دارد که پول و مال آن زیادتر گردد. کلا انه کان لآیاتنا عنیدا، هرگز چنین نخواهد شد. او یعنی همین ولید با آیتهای قرآنی و با آیتهای ما دشمنی دارد و عناد می‌ورزد، چون که اینها می‌دانستند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بر حق است، فرستاده از جانب الله سبحانه و تعالی است، ولی از روی عناد و لجاجت ایمان نمی آوردند. زیرا که آیت قرآنی است که آنها می گفتند اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء. پروردگارا اگر همین دینی که محمد آورده است بر حق باشد، بر بالای ما سنگ بریز از آسمان. نمی گفتند که ما را هدایت بکن، یعنی در طلب هدایت نبودند، می دانستند که دینی بر حق است ولی ایمان نمی آوردند، چون که آنها تعصب داشتند، یک تعصب خانوادگی. روز ابو جهل می گوید که ما با بنی هاشم اولاد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای به دست آوردن آبروی سبقت داشتیم، یعنی در طول تاریخ با هم سبقت داشتیم، تا اینکه آمدن و گفتن که ما پیغمبری داریم از جانب الله سبحانه و تعالی و ما از کجا پیغمبری به دست بیاوریم. یعنی ایمان آوردن آنها به خاطر همین بود که عناد داشتن. از همین خاطر الله سبحانه و تعالی در این آیات مبارکه در مورد ولید همین را میگوید که کلا انه کان لآیاتنا عنیدا، این با آیت‌های قرآنی دشمنی دارد و عناد دارد. سأرهقه صعودا، و بزودی او را به مشقت و سختی می اندازم. در جهنم یک جای است که آن را صعود می گویند. جهنمی، انسانی که در جهنم است، بر بالای آن می خواهد که برآید ولی دست و پای آن می سوزد. یعنی عذاب آن همین است که همیشه می خواهد که بالا برود و دست و پای آن می سوزد. همین جای را الله سبحانه و تعالی می گوید که ولید را داخل همین جا می گردانم. سأرهقه صعودا. چرا؟ انه فکر و قدر، زیرا که ولید اندیشید، فکر کرد و با خود محاسبه کرد. فقتل کیف قدر، پس هلاک بود بر آن که چگونه محاسبه کرد. ثم نظر، بعد از آن نگاه کرد. ثم عبس و بصر، و بعد از آن روی خود را ترش گرفت، پیشانی خود را ترش گرفت. پس چی گفت؟ فقال این هذا الا سحر یؤثر، بعد از آن گفت که این یک سحر و جادویی است که از دیگرها آموخته است و تأثیر میگذارد و زن را از مرد خود یا که مرد را از زن خود جدا می سازد. بعد از آن الله سبحانه و تعالی ولید را سقر را وعده می دهد، می گوید که سأصلیه سقر و ما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحة للبشر. آن را من داخلی سقر می گردانم. و چی دانی که سقر چیست؟ سقر جایی است که هیچ چیز را باقی نمی گذارد، هیچ چیز را رها نمی کند، می سوزاند و پوست انسان را دگرگون می سازد. پوست انسان را وقتی که می سوزد به اندازه سیاه می گردد که از شب
تیره هم سیاه‌تر می‌گردد. این آیت هایی بود که در مورد ولید ابن المغیره در قرآن کریم آمده است.